خب این فایل پیوسته ما اونجا اصول اخلاقی ICF رو که گفتیم، اینجا باید بیایم تعریف کنیم و بگیم اصلا این اصول اخلاقی چی هست. بعد من اومدم اینجا چیکار کردم، لینک اصلی اصول اخلاقی رو گذاشتم که آقا ما کلا داریم راجع به این صحبت میکنیم، مشروعش اینجاست، شما میتونید روی این لینک کلیک کنید و برید اصلا بخونید که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. بعد یه خلاصه هم این زیر آوردم که اگه کسی مثلا تو اون لینک نرفت در جریان باشه که ما یه همچین خلاصه ای هم داریم که آقا شایستگی کوچینگ چیه، چیزا چیه، و تک تک اینا رو اینجا آوردیم. و حالا بحث کلی هم که داریم، دوباره اینو میتونید جدا براش امضا بگیرید و این پایین یه قسمتی درست کنید که مثلا امضا کنه که خونده همچین چیزی رو، یا میتونید دوباره تو اون قرارداد اشاره کنید بهش. من تو اون قرارداد بهش اشاره کردم که این فایل پیوست داره و تو وقتی اینو امضا میکنی انگار پیوستش هم امضا کردی و کاملا راجعش صحبت میکنیم. اون بالای برگم هم که شماره داره دیگه، شماره الان اینجا یادم رفت بندازم رو پیوست، ولی اونجا شماره داره که شما دقیقا داری راجع به چی صحبت میکنی، راجع به چه نسخه ای داری صحبت میکنی، شماره چنده و پیوستش دقیقا کدوم فایله. این بود کلیت تفاهم نامه که حالا همراه پیوست آوردیم و راجع بهش صحبت کردیم. بحث بعدی ولکام پکته.